احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند از حالا برای انتخابات پارلمانی سال آینده آمادگی میگیرند. از جمله حزب نهضت اسلامی و حزب حاکم خلق دموکراتی. وکالت نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان تاجیکستان سال آینده به پایان میرسد و قرار است ماه فوریه انتخابات نوی پارلمانی صورت بگیرد. صحبت امروزه درباره آمادگی احزاب سیاسی تاجیکستان به انتخابات با همکارم گنجینه گنج است. گنجینه، احزاب سیاسی درباره آمادگیشان به انتخابات آینده پارلمانی چی میگویند؟ بله طاهر، تا انتخابات آینده پارلمانی تاجیکستان کمتر از نیم سال دیگر مانده است و چنده از حزب‌های بزرگ گفتند که برای آمادگی به این کارزار سیاسی دست و آستین برزدند. از جمله حزب نهضت اسلامی گفت که تقریبا یک هفته است شیوه نوی ترغیب و تشویق در کارزار انتخاباتی را به کارمندانش در منطقه‌های کشور نشان می‌دهد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، حزب دیگری مخالف دولت نیز چند پیش اعلام کرد که شاید انجمن پیش از انتخاباتیش را روزهای 17 و 18 دکبر در دوشنبه برگزار میکند. حزب حاکم، حزب خلقی دموکراتی، حزب رئیس جمهور امامعلی رحمان هم گفت که برای شرکت در انتخابات آماده است و به اصطلاح لشکر بزرگ از اعضای حزب در این آمادگی ها سهم میگیرند. حزب کمونیست هم به قول به جنب و جل در آمده است. اما از حزب‌های خرد دیگری کشور چه خبر است؟ به مثل حزب سوسیالیست و یا حزب اگراری؟ از این حزب‌ها که در بین مردم زیاد شناخته نیستند و آنها را گاهی اصحاب جیبی و یا ساخته حکومت می‌دانند خبر بسیار کم است. تاکنون هیچ یک از نمایندگان حزب اگراری، حزب پراکنده سوسیالیستی و حزب دموکرات و حزب اصلاحات اقتصادی با راهبری پروفسور اولین بابایف آشکار نگفتند که برای آمادگی به انتخابات پارلمانی سال آینده چیکار کردند و چی میکنند. در مطبوعات هم راجع به فعالیت این حزب‌ها بسیار کم می‌نویسند و با استثنای حزب دموکرات که خبرها از آن تنها درباره اختلافات داخلی در حزب است. در عموم تمام حزب‌ها تاکنون برنامه‌های انتخاباتی خود را معرفی نکردند و اگر تهیه کرده باشند هم درباره اون چیزی نمیگویند. تشکر. همکارم گنجینه گنج بود که از دوشنبه صحبت میکرد.